یک ماهیسک آرام آرام از پوست و جانش برآمدن میگیره که از داخلش خیلی یک زن مقبول ملایدار بیرون میبره و جک که از 30 سال روی پتاکی را ندیده بود حیران مانده خپ چپ داخل او در آمده طرف زن میبینه که خو از پوست ماهیسک دوزی میکنه و در افسانه میگفت هر کسی که پوست ماهیسک قید کنه پیشش او زن پیش امو آدم میبانه که افسانه ها راست میبره و این زن قشنگ ملایدار امرای جک در جزیره میره و آدمای قشلاق بخیلی میکنن ولی جک خبر نداشت که این کارش همه چیز خراب میکنه و این زن خیلی بزودی حامله شده برشوش میگه باید برای بچه یک گواره چوبی تر جور کنی تا در دریا گشته بتانه و هر وقت که اشتک گریان میکرد گواره را در دریا اله میداد مادرش که موجای بحر مثل لیلی بر اشتک آرامش میداد و سالا تیر میشه که اینا به اندازه یک تیم فوتبال بچه پیدا کرده بودن اما یک غم همیشه در روی زن بود که زن همیشه طرف دریا سعی میکرد که تا یک روز دختر کلانش میگه چرا پدرم پوست ماهیسک در بالای بام همیشه پت میکنه و این زن وقتی که گپ میشنوه اشتک بر دخترش داده زودی که در طرف بام میره و دمی به این جگم از دریا تیر شده است بود که از پشت سرش یک ماهیسک تنها آمده است بود که سعی کردنش یک رقم آشنا واری بود و دل جک یک دم غلطیده فورا طرف خانه میره ولی تا او خیلی دیر شده بود زنش و خود گم کرده بود وقتی که یک ماهیسک پوست خود پیدا کنه هیچ کسی پیش رویش گرفته نمیتونست و از همه چیز بعد او زن بچه خردش جیمی را امرایش برده بود و در یک طوفان شدید گواره در عمق دریا رفته گم میشه و بسته فامیل غمگین جگرخون شده ای جای برای همیشه ترک میکنند